از چین بیارین که زود بفروشین و حاشیه سود خوبی داشته باشه. دوست عزیز، یک کالا انتخاب بکن که تنوعش زیاد باشه، تنوع محصولات زیادی داشته باشه که توی رقابت رقیبت هم نمونه کالای شما نداشته باشه و بتونی با حاشیه سود خوب بفروشی. دو، کالایی بیار که مصرفی باشه، که روزانه مصرف داشته باشه و مورد استفاده بشه و زود مثل تعویض بخواد بشه. سه، کالایی بیارید که کودکان استفاده میکنن، واسه کودکان، بچه و کودک دیگه مادر پدر نمیتونه بگه من نمیخرم. چهار، کالایی بیارید که مبلغش پایین باشه، قیمتش ارزون باشه. این 4 تا مورد اگه رعایت بکنید توی انتخاب محصولتون، هم محصولی میارید که زود میتونید بفروشیدش، هم حاشیه سود خوبی داشته باشه. تو پست بعدی توضیح بیشتر میدم که چه کالایی بتونید انتخاب کنید یا تو چه صنفایی بدید که حاشیه سود خوب و بازده زود داشته باشه. این کالا آوردید زود بفروشید کالاتونو.